سلام علیکم عزیزان سلامت باشید. پس وقتی که من سال 2000 به تاجیکستان آمدم تا 2010 10 سال در همون خانه که من واقع شد 10 سال من در همون خانه زندگی کردم. در همون خانه من 10 سال زندگی کردم. تصور میکنید که در همون خانه که برادر منو به قتل رسانیدن، مرا تجاوز کردن، در همون خانه ما با همراه پدر و مادرم 10 سال زندگی کردیم. لیکن چگونه زندگی کردیم؟ با صبر و تحمل. من در همون خانه 10 سال زندگی کردم. یگان مراتب نه گریه کردم، نه ناله کردم، نه به یادم اومد. می‌دونی برای چی؟ برای که من دائما بند بودم به خواندن، به علم گرفتن، به تحصیل کردن، تعلیم دادن شاگردان. گفتم که با کالج میرفتم، درس از سر تا نیست میخوندم، نصف روز اومده به مدرسه رفتم درس میدادم، از مدرسه میومدم درس های کالج رو تیار میکردم، شب با خواب میرفتم سر میخزم با درس. همین خیلی یعنی که مشغول خونمون دویم مهمون بود، مهمون نوازی دویم داریم. مادرم رو محکم نمیکردیم، در رو میپوشتیم. کسی که زنگ میزد مادرم میگفتن که در پدرم میگفتن که در انا میگم دویم خونه ما آدم با مهمون ها چی میگن سرگردان با خسته برو میبیان خونه مهمونی سرگردان. همین خیلی کم 10 سال در خونه زندگی کردیم که در خانه که واقع شد. با در همون حجره یکی مرا تجاوز کردن که من در اون حجره خواب کردن نمیتونستم. مادرم میگفتن که من در این حجره خواب کردم، مرا حجره دیگر دادن. فقط که من در اون حجره خواب کردن نمیتونستم، لیکن در اومده برام نمیتونستم. تصور میکنم که در همون چی میگن همون خانه ما 10 سال دیگه زندگی کردیم. حتی مادرم در همون خانه از دنیا گذشتن. من مادرم در همون خانه خودم شستم و کفن کردم و با چی میگن حیات آخرت گسلانیدم و پس از مادرم از دنیا گذشتن من از خانه برآمدم. من دیگه در اون خانه یگان ثانیه نخواستم ایستادن، چون که در آن خانه من برادرم رو از دست داده بودم، ناموسم رو از دست داده بودم، لیکن به خاطر پدر و مادر خواستن که در آنجا ایستم و در آنجا با آنها صبر و طاقت کردم. 10 سال ایستادم. الله تعالی با صبر کنندگان است. تصور میکنید که من 10 سال در همون خانه ایستادم. هر وقتی که به اون حجره می ایستادم می در اومدم، حجره که برادرم به خطر رسوندن، حجره که مرا تجاوز کردن، در اون حجره ها می در اومدم فقط قرآن تلاوت میکردم یا که زود میبرآمدم، چون که مرا به یاد می آورد همون قصه رو به یاد می آورد و من خودم رو ناخوب حس میکردم. می در اومدم در حال قرآن تلاوت میکردم یا اینکه در حال از همون خانه می برآمدم. در یک خانهش برادرم رو به خطر رسوندن، در یک خانهش مرا تجاوز کردن، یک خانه دیگرش یگان چیزی نبود. در هم خانه که یگان اون وقت چیزی نبود. در هم خانه مادرم میگفت که با این خانه ندارید، این خانه فقط فیروزه خان خواب میرود. در هم خانه فقط من کار فعالیت میکردم، درس‌هایم رو میکردم و در اون خانه من خواب میکردم. به خانه من کسی نمی‌در اومد. 10 سال ما رو پدر و مادرم این گونه نظارت کردن، نگاه بین کردن که من گفتی تاجیکو که دیوانه نشدم. اما خیلی تصور میکنی که در اون خانه که واقع شد انسان میشه که دیوانه شود. البته این کار آسان نیست، لیکن پدر و مادر من حجره تنها دادن که این به این نرسه چگونه که میخواد در اونجا زندگی کند، چگونه که میخواد در اونجا زندگی کند. من درس میکردم، کتاب میخوانم، فعالیت میکردم، در مکتب 8 کار میکردم، دفترهای اونها رو آورده مثل اصلاح میکردم. با شاگردایی که درس‌هایشان دشوار نمی‌فهمیدن اومدم و درس‌های اونها در خانه مثل حل فصل میکردم درس‌هایشان از مکتب 8. انا میگونم من همون گیم کابینت کاری شده بودم کنم. مادرم میگفتن که به دخترم نرسید، دخترم رو کاردار نشه. 10 سال من میمونم. 2 سال برادرم مرا در روسیه در مسکو آرام با من سر و کار کرد که خواهر مرا نرسید و این خواهر من کاردار نشه. برادر کلانی 2 سال با من دلتی کردم. الهی برادرم 100 ساله شد، پس از اون پیر شدم. 10 سال دیگر پدر و مادرم مرا در تاجیکستان همچون گهواره که چشم نگاه داشتن و من مادرم رو این چونین بد نگاه میکردم. مادرم در همون خانه بشینن 4 سال مادرم رو نگاه میکردم. پدرم رو در خانه برادرم نگاه میکردیم. پس از گذشتن مادرم با پدرم رفتیم ایستادیم در دیگر خانه، در خانه که در آنجا یگان چیز دیگه نبود. تصور میکنید که در اون خانه که من همون واقعیش دیگه بود، پدر و مادرم مرا 10 سال حجره خانه جدا دادن و به این گفتن نرسیده و این کاردار نشده. برای همین من به شما میگم که پدر و مادر مرا با مهر و محبت تا زنده بودنشان مرا نگاه و بین کردند و دوستداری کردند. من اینچنین آنها رو در عوض مهربانیشون زیادتر مهربانی کردم و این گونه اینچنین از شما نمیخوایم که کسی از شما رو نااحترامی کند. و من مهربانی نکنیم. مهربانی پدر و مادرم به من طوری سرم پر است. تا دیگه برادرانم ما فیروزه خان گفته نام رو شکسته نمیگیرن. چی میگن خواهرم اپام و جیان هایم.
خواهرجان گفته، خواهرم چی میگن، برادرانم فیروزه خان گفته مرا نامشکسته میگیرن، لیکن مرا همچون استاد احترام کنید، مرا هیچگاه سخنی ناجا نگوید که من زبلکیرت میکنن. ببینید کسانی که سخنهای خوشی مینویسن کامنتاریشون ایستاده است، کسانی که سخنهای ناجا مینویسن زبلکیرت میکنن. باز میگم که قدردانی کنید. مهر محبت من طوری سرم هست، از پدر مادرم، از شوهر، از خویش تورانم میکنم مهر محبت. دخترچه‌ام مرا مهربانی میکند، هر روز مرا در آغوش گرفته میبوسد، بچه جان در جان گفته مرا میبوسد. مهر و محبت به من هست، لیکن فقط احترام کنید، قدردانی کنید. مرا و همه عالمانی تاجیک زبان و فارسی زبانان آدم رو قدردانی کنید و احترام کنید و لایک گذارید و подписаться کنید، کامنتاری خوشروی و сердечко مانید و همه عالمانی فارسی زبان تاجیکان. خب می ندارم از شما زیبا عینکم میافته توی سرم. باید میگه очки عینکای مرا وای کردن که یه روز قرطه گرفتن که عینکاش خیلی گرفتن. قرطه میگن اینه که گفتم که کسی که آرام نشسته گپ میزنند که با همون انسان رو همین قدر قرطه میگیرن، اون انسان رو همین قدر گپا میگوین، همین قدر چی میکنن که آدمای او را قصه چی میگن سرایندارای خیلی قرطه نمیگیرن. حتی نفس کشی انسان رو، نفس کشی مرا ولی با می نویسن که نفسش تنگی میکند و از یوتیوب اون طرف، من از یوتیوب اون طرف نمیروم. من در یوتیوب باید که باشم تا زنده بودنم. بله، چون که ما در عصر فساد میباشیم، ما باید که با شما گوییم، ما به شما نگوییم هیچ که به شما نمیگوید. گفتی دکتر کووید، گفتی حاجی میرزا که ما باید که به خلق فعالیت کنیم، کار فعالیت کنیم و علم و سوادمون رو باید که رسانیم. بله، و از شما قدردانی ما، احترامی ما دانشمندان. خب میادرم شما